آقای بایدن در جریان بحث‌های کمپاینی خود زیاد به مسئله افغانستان نپرداختند. البته در دوره معاونت رئیس جمهوریشان دیدگاهشان واضح بود، معتقد بودند که ملت سازی به افغانستان بسیار زود است یا به اصطلاح غیر ممکن هست، بیشتر از پول در این عرصه مصرف نشه، یک تعداد قوای ما خاطر مبارزه با تروریسم باقی بمانه و بیشتر افغان‌ها را به حال خودشان رها کنید و در قسمت مسائل اداری افغانستان نظرشان مبنی بر فدرالی بود که در افغانستان سیستم فدرالی بیشتر میتونه موثر باشه تا سیستم مرکزی. ولی اگر رئیس جمهور بشن در افغانستان با شرایط فرق میکنه. در این عرصه دیدگاه پنتاگون، دیدگاه سازمان سیاه اینا بسیار مهم است، مشاور امنیت ملی، تا باز اینا بتونن یک تصمیم بگیرن که هم به اصطلاح منافعشان تامین بشه، هم امنیتشان تامین بشه و هم متحدین بین‌المللی خود بتونن نگاه کنن. به خاطر از اینکه آقای ترامپ با متحدین بین‌المللی چندان احترام قائل نبود، تصور به این است که آقای بایدن در این عرصه همو چالش‌ها یا ناهمواری‌هایی که وجود آمده به طرف رفع از او بره.